سلام، اسم من سینا، اینجا هم چنل بارسا مدیاست. خیلی خوش اومدید به چنل. امروز اومدیم راجع به داستان اومدن رودری، رفتن فران و اخبار ریز و درشتی که مثلا برای کونده پیشنهاد اومده، برای ژاوی اسپارت چی شده، هکتور فورد پیشنهاد اومده، کاسادو، رونینا چی شدن، لینک شدن مهاجمی مثل لوئیس سوارز که حاضرم یه سال تیممو بدون مهاجم نوک تخصصی ببینم، یه مهاجمی باشه که مهاجم نوک کاذب هم حتی عمل کنه، مثلا یامالو بذاریم اونجا، حتی رافینیا هم که من خیلی میگم اون گوشه باید بازی کنه ولی میارنش وسط و بیاریم بذاریم اونجا، ولی یکی مثل این لوئیس سوارز نیاد. حالا تو در ادامه بهتون میگم که چرا نباید یه همچین بازی کنی. قیمتش هم خیلی بالاست، لامصب 80 میلیون یورو پول یا مفت رو ببریم بدیم به همچین بازی کنی. حالا الان خیلی هاتون میگید خوبه و فلان، ولی خب تو ادامه بهش میپردازیم، میگیم چرا نه باید نباید بیاد. و که به نظر من واقعا خیلی خرید خیلی بده خریدی که بخوایم انجام بدیم. اول از همه بریم سراغ اومدن رودری. اول از همه بریم سراغ قیمتش که گفته بودن، یه سری‌ها گفته بودن 40 تا 60 میلیون رو میده به بارسا. بعضی از این رسانه‌های مادریدی اومده بودن گفته بودن که رودریو با قیمت 80 میلیون نداده به ما، میخواد با قیمت 40 تا 60 میلیون یورو، حالا بونوس و نمیدونم آپشن و هر چی که میخواد بذاره رو 40 تا 60 میلیون میخواد بده به بارسلونا. یعنی هر کی اینو گفته، هر کی پیج داره رفیقتونه، دو دستی بزنید تو دهنش. خب الان کاملا واضحه، ما اگه 40 تا 60 میلیون بود، الان پیشنهاد آخر ما که همین امروز فکر کنم بهش دادیم 70 میلیون یورو ثابت بوده، 10 میلیون هم بونوس داشته، آپشن داشته، روش متغیراتش پیشنهاد داده بودیم. قبول کرد؟ نه. ببینید اینا رو بعضیا دارن میگن که مثلا بگن آی ما فلان بیسال، که مثلا دیس هم میکنن دیگه، مثلا به اون طرفی که منچستر سیتی فن، مثلا میگن تو به ما 80 میلیون ندادی میخوای به 40 تا 60 میلیون بدی بارسلونا. بابا سیتی جون الان درد داره، اون باختایی که تو چمپ داشتی کاملا اشتباهه. این اصلا اون طرف بیاد عقلشو به کار بندازه میفهمی که یه همچین چیزی گفتنش اصلا غلطه. 40 تا 60 میلیون. من سیتی اومده چی گفته؟ رودری گفته من میخوام برم. رودری اومده به من سیتی با احترام گفته من میخوام این فصل از تیم تو جدا شم. من سیتی اومده چی گفته؟ گفته میخوای بری؟ خوش اومدی، خیلی ممنون که برای ما خوب بازی کردی، چمپ آوردی، فصلهای خوبی داشتی تو تیم، توپ طلا بردی تو تیممون، دمت گرم. میخوای بری؟ قیمت 80 میلیون یورو، فرقی هم نداره. رئال بخواد 80 میلیون یورو، بارسلونا بخواد 80 میلیون یورو، هر کی تو رو بخواد 80 میلیون یورو قیمتته، نه کمتر نه بیشتر، میدیم میری. ولی رئال مادرید خودش چیز کرد، ادابازی در آورد، با توافق شخصی که با رودری رسید همینطوری ولش کرد، منتظر بود که تخفیف بگیره دیگه، تخفیف هم نتونست بگیره، بارسلونا اومد هایجکش کرد، رئالیا سوختن، اومدن یه همچین حرفایی زدن آی من سیتی سوخته نداده به ما فلان بیساله، اون باختاش اذیتش کرد و فلان اینا. نه، به نظر من یه همچین چیزی کاملا غلطه. الان هم با دیدید دیگه، با 70 تا هنوز به ما نداده، چیزو گفته فقط 80، نه بیشتر نه کمتر. 80 میلیون میدی یا نمیدی دیگه، خداحافظ دیگه. حرف دیگم اینه که مثلا الان ما قیمت رودریو که میدونستیم 80، گفته اون 80، من سیتی اومده کاملا برگشتی گفته که آقا قیمت رودری 80 میلیون یوروه. چرا بارسلونا وقتی میدونسته اون 80 میلیون یوروه و باید فقط همون 80 رو بده، اومده با 45 میلیون شروع کرده؟ تو چرا برگشتی اومدی با 45 میلیون شروع کردی وقتی تیم طرف اومده گفته 80؟ الان بعضیاتون برمیگردید میگه بابا ما از 80 شروع میکردیم، اون میرفت 100 میخواست فلان میخواست. نه بابا، طرف اومده گفته 80 میدی بیا ببر دیگه.
منسیتی اون تیمی نیست که بیاد بگه مثلا تو یه قیمت خوبی بدی بهش بیاد دندون گردی کنه ببرد 20 تومن بالاتر. چرا؟ شیرش به نفت عربستان وصله، هر روز داره اسکناس میاد براش، پوله که داره میاد براش. مثلا چی همین هافک اسمش یادم نمیاد، رایندرز بود چی بود، از آسه میلان بهترین هافک سری آ و برداشت با 80 تا گرفت آورد، 65 داد عربستان، القاصدیه چیه یه همچین چیزی داد، 65 شد، یعنی 15-20 میلیون اینا ضرر کرد. یه همچین تیم مریضیه تو قیمت گذاری و فروش بازیکن و اینا، قطعا خب دندونگردی نمیکنه دیگه. تو همون 80 سریع بده، اصلا نذار این دیگه بره تمرینات منسیتی. الان دیروز رودری رفته تمرینات منسیتی، تو اصلا دیگه نباید اجازه بدیم بره تمرینات. وقتی بازیکنو میخوای، وقتی که مثلا یه مهره کلیدی وقتی بیاد برای تو حساب میشه، دیگه نذار بره تمرینات دیگه. الان برای فران تورس پاریس سن ژرمن دیدید چیکار کرد؟ و این که دیگه فران اون رودریه، فران پاریس سن ژرمن نذاش به تمرینات برسه، سریع قال قضیه رو کند، گفت یه بند بیاد همینجا. ولی ما الان رودری میدونستیم 80، میدونستیم قیمتشو گفته بودن 80، به رئال گفته بودن 80، تو سریع 80 بگو بگی بیار. الان مطمئنم خیلیاتون هم میگید 80 تا برای بازیکن 30 ساله. آره 80 تا برای بازیکن 30 ساله. بعد 30 ساله مثل رودری بیاد مکملیه برای پدری، خط دفاع تو بهتر میکنه. بعد هافک دفاعی تخصصیه، ما هافک دفاعی نداشتیم اریکو می آوردیم جلو. به این فکر کنید ما اریکو می آوردیم جلو، 80 تا داریم میدیم که بیاد اون پستی که ما دفاع وسط بازی میدادیم، گاهی اوقات دفاع راست برمی داشتیم می آوردیم اریکو برمی آوردیم جلو، هافک دیانگ هافک وسطه برمی داشتیم می آوردیم دفاعی بازیش میدادیم. داریم یه دونه تخصصی میگیریم که بعد سالها از به جای بوسکس بیاد بازی کنه. تازه این همین سرجیو بوسکس هم برگشته بود گفته بود که بهترین کسی که میتونه جایگزین من تو بارسلونا بشه همین رودریه. بعد نمیدونم مثلا چرا بعضیاتون گارد میگیرید 80 تا برای بازیکن 30 ساله. آقا بازیکنیه که واقعا ارزش داره 80 تا. یه جا خبر خونده بودم میگفت که اونقدری که منچستر سیتی رودریو بهش اهمیت میده، براش احترام قائله، بارسلونا اونقدر براش مهم نیست این رودری. یعنی که خب واقعا هم چیز حق گفته بوده، مثلا اونا میگفتن 80 تا، ما اومدیم نصف قیمت زدیم 45 میلیون. خب گفته بود به خاطر همین که اونا زیاد بهش اهمیت میدن، بارسلونا یکم پایین‌تر میدونه اونو، برای همین فکر کنم این معامله یکم سخت چیز شه. حالا مثلا میگفتن که مطمئنا این معامله جوش میخوره و فلان و بیسار رو نمیدونم، حالا امیدواریم که جوش بخوره. امروز که یک شنبه است هیچی نمیشه، حالا فردا دوشنبه شب شاید یه دونه هیرویگو ما ببینیم از رومانو برای رودری. ولی خب الان من بعضیا میگن که آقا ما رودریو جذب نکردیم، اب نداره، همین که نذاشتیم بره رئال کافیه. تو با چه چیزی داری واقعا اینو میگی؟ تو دیانگو ببین، دیانگ 6 ماه نیست، تو کسی رو نداری بیاری بذاری جاش، بخوای برداری بیاری بذاری جاش، اریکو باید بیاری، گاویو بیاری یا برنالو باید بیاری. خب این ستا خوبن ها، ولی اونطوری که باید هنوز خوب نیستن. تو فرض کن مثلا رودریو با گاوی تو نمیتونی مقایسه کنی. خیلی گاوی سرشو برای تیم میده، خیلی با غیرت بازی میکنه، آره، ولی واقعا سطح بازیش به رودری نمیخوره. پس این قضیه که 80 تا بدیم به رودری و فلان و 20 سال و آی نمیصرفه و فلان اینا، اصلا ولش کنید. تازه 80 تا بر پلنبی خبرش در اومده اون یارو لوئیس سوارز اسپورتینگ بازی میکنه میخوایم بدیم، 80 تا به رودری ندیم بریم به اون بدیم. خب مثلا شما میگید اون خیلی خوبه، چون من دیدم بعضیاتون گفته بودن پلنبی بارساس، گفته بودی اون خیلی خوبه، 80 تا به اون بدیم به رودری ندیم. که حالا اینو کلا به نظر من ببندید که رودری و فلان و اینا
که 80 تا چیزه. به نظر من رودری 80 تا کامل میارزه. نتیجه گیری اینه که رودری 80 تا میارزه. بازیکنی بود که ما اصلا نباید میذاشیم بره تمرینات منسیتی، بعد همونو یه راست 80 تا رو میگفتیم. دندون گردی هم میکرد، تهش میکرد 90 تا 10 میلیون هم بونوس میذاشیم، آپشن میذاشیم روش، 10 میلیون هم میدادیم که من فکر نمیکنم دندون، همون 80 تا رو میگفتیم سر میگفت اوکی 80 تا میبست میومد همونجا. رئال اما مادرید سر یه دونه پرواز میگرفت میومد بارسلونا، تمام میشد و میرفت. بعد که دیگه به نظر من قضیه رودری رو ببندیم، بریم سراغ چی؟ رفتن فران تورس. در حالت کلی ببینید رفتن این بازیکن برای بارسلونا خوبه. در حالت کلی 50 میلیون پول برای ما اومده، سود کردیم 55 میلیون، یعنی همون قیمتی که ما اونو از منچستر سیتی گرفتیم همون قیمت اومده و به نظر من خیلی خوبه. حالا بعضیا میگن خیلی چیز بوده، خوبه، صحنه‌های خوبی برای ما داشت. اتلتیکو مادرید جلوش خیلی خوب بازی میکرد، بازیکن گلزنی بود، تعویضی خیلی خوب بازی میکرد، میومد تو قشنگ جایگزین لوا میشد. البته لوای 36-7 ساله میتونست جاش رو تقریبا پر کنه، ولی خب انقدر صحنه‌های لجنی برای ما چیز کرده بود، انقدر صحنه‌هایی که گل نزده بود و برای ما تو ذهن انقدر اونا رو بیشتر انجام داده بود تو ذهن ما مونده بود، به خاطر همون اون بیشتر شده بود دیگه. مثلا نفرت ما از این بازیکن، ذهنیت ما که نفرت داشته باشیم این بازیکن بگیم مهاجم شیشتانگی نیست، بیشتر شده بود برای ما. ولی خب بریم تو حالت کلیش. الان من که چشم دیگه آب نمیخوره آلوارز بیاد، زیر 5% میدونم آلوارز بیاد. چون که ببین به نظر من بارسلونا دیگه کاری که من تا چند وقت پیش میگفتم نه بارسلونا هنوز کاری نکرده، اما تو این چند وقت بارسلونا کاری کرد. گفتش باش من حاضرم از 100 میلیون 120 میلیون به تو 150 میلیون پول بدم، یعنی 30-40 میلیون هم بیشتر از قیمتت به اون تیم پول بدم من. حالا تو باید چی کار کنی به عنوان یه بازیکن؟ این دیگه ته کاری بود که میتونست بارسلونا برای تو بکنه. آلوارز ته کارش همین بود، گفتش من 30-40 میلیون بیشتر از قیمت تو بهت میدم که ول کنم بیای. تو باید چیکار کنی؟ تو باید انقدر سمت چی، انقدر مثلا تو اون تمریناتش بعد چیز بازی در بیاری، مثلا بری بهشون بگی آقا یا جلسه میذاری یا من اصلا تمریناتتون نمیام، یا بری مثلا که بری وسط اون تمرین بشینی آقا بگی یا میذاری من میرم بارسلونا یا من همینجا میشینم نمیذارم تو تمرین کنی. بری مثلا به یارو مدیره بگی آقا من اگه منو نگه داری یه دونه تیکه گوشت متحرک همونجا، نه گل میزنم برات نه پاس گل میدم، هیچی به هیچی، فقط همین، اصلا دیگه کاری برای تو من نمیکنم، یا بذار برم یا بذار بمونم، نه گل میزنم نه سودی دارم برات، تازه پولت هم هدر میدم، حقوقی که به من میدی انگار داری یه حقوق مفت به درد نخور میدی. باید یه همچین چیزایی رو بگی که اون 2000ش بیفته که تو آقا این فصل بمونی، اون خولیان آلوارز فصل پیش و فصل پیشش نیستی، بفهمی که خولیان آلوارز اون چند فصل پیشش نیستی دیگه، نه تأثیری میذاری تو بازیش نه هیچی به هیچی، که میومدی یه تحریش گذاشتی برای ما، این کاری برای ما نمیکنه. باید صحبت کنی آقا، درخواست جلسه انقدر بده سمت شو تا چیز کن، اونا بیان صحبت کنن باید. یه دونه درخواست جلسه دادی قبول نکردن، دوباره بده بیا اینو بگو به نظر من خیلی باشگاه چیزیه فلان، تو که قصدت هست میخوای جداشی، بعدشو بگو اون حتی بعدش بیاد ولت کنه بری. حالا مثلا الان میگی میرم آرسنال، خب تو با آرسنال به توافق شخصی نرسی قطعا نمیری که، بعد توافق شخصی هم انجام شه دیگه. بعد با آرسنال هم 150 میلیون داره برای تو میده، آرسنال قطعا کمتر میده. خب بیا ازش بد بگو، اصلا تعریف نکن ازش. اومدی یه تحریش گذاشتی، ایجنتت هم یه دونه
پروفایل گذاشته توش اینستاگرامش گفته که آی ما فلان میشیم تا آخرش من هستم فلان. بابا خیلی ضربه محکمی زدی اصلا به مدیریت تا اتلتیکو مادرید، سرویسشون کردی با این پروفایل عوض کردنت، خسته شد. حالا خولیان آلوارز نیاد، پلن بی بارسلونا که این چند وقت خیلی چیز شده، لوئیس سوارز فیک، نه اون اسطوره بارسلونا، بهترین مهاجم نوک از نظر من برای بارسلونا. لوئیس سوارز بازیکن 28 ساله توی اسپورتینگ کلمبیایی. پلن بی بارسلونا میگن اینه، قیمتش چقدره؟ 80 میلیون یورو. بعد تازه اسپورتینگ گفته که حداقل 80 میلیون یورو. من اینو یه مهره حساس میدونمش، یعنی 80 میلیون پایه قیمتشه، یه چی بیشترم میخواد، شاید برسه به 100 میلیون. برای همین دارم میگم برای رودری 80 میلیون اونقدر کم نیست، اونقدر زیاد نیست. برای این 28 سالشه، 28 سال بچه، 28 سالشه، توی پرتغال هیچ گوهی نشده، اومده میخواد تو بارسلونا برای من چه کاری کنه؟ مثلا تو به عنوان یه هوادار، خب من نگاه، به عنوان یه هوادار بیاد مثلا همین لوئیس سوارز 28 ساله، توقع داری مثل سوارز باشه، هانری باشه، لوا باشه دیگه؟ آره بله. خب دیدید اینم یه هوادار بارسلونا تو عوامل پشت صحنه میخواد که یه دونه مثلا یکی در حد اون باشه. خب این تو 28 سالگی قطعا نمیتونه بیاد یه همچین چیزی رو اما برآورده کنه. 28 سالش رو پرتغال هیچی نشده، بعد بالای 80 میلیون هم به این پول بدی بیاد تیمت. تازه به نظر من هر چی هم بشه آقا این به نظر من نمیصرفه. این تا اون موقع اونجا هیچی نشده بیاد اینجا هم هیچی نمیشه. خب به نظر من اصلا اگه میخواستی به این 80 میلیون پول بدی میرفتی ولاویچ، رایگانم بود، راحت باز حداقل یه دوره خوب تو فیورنتینا داشت، شاید میومد زیر نظر هانسی فیلیک کم بهتر میشد تو اون دوران یوونتوسش. اگه میخواستی اینو بیاری میرفتی ولاویچو میاری. الان خیلیاتون میگید آی خیلی خوب، باشه خیلی خوبه آقا، من اصلا به سنش کاری ندارم، خیلی خوبه فلان 20 ساله، ولی کسی که پرتغال هیچی نشده قطعا میاد بارسلونا هم هیچی نمیشه آقا، تازه اون لولش هم افت میکنه. الان مثلا پرتغال چی داده؟ مثلا ته پرتغال نونیز بود، داروین نونیز. الان میگید پس لوئیس دیاز چی؟ پورتو بود. خب ببین لوئیس دیاز اون خوب پرتغال رو نمیان به من بدن، به بارسلونا بدن که، به ما نمیدن که، میبرن میدن به یه تیمی مثل همین لیورپول که هزینه کنه. مثلا این آب خوردن داره میگه باشه آقا من همین برادلی بارکولا رو 150 هم سگ خورد میدن، به ما نمیاد بده که مثلا ما بر رودری داریم به زور 80 تا رو چیز میکنیم. اصلا خود تیمم بیاد مثلا بده، شما میگید وای این چقدر زیاده برای این پرتغال بوده 100 خورده میلیون پول داده. خب خوبای پرتغال به ما نمیدن که، این مثلا یکی همین بنجلاشو میدن به ما. همین لوئیس سوارز فیک هم همین خود همون یکی از اون بنجلاست. اگه میخوان این پلن بیشونه، من که چشم گفتم به آلوارز آب نمیخوره، کلا 5% الان تفکرم هست که بیاد آلوارز، کلا دیگه چشم آب نمیخوره. و اگه کسی مثل آلوارز میخواد بیاد تو تیم من حاضرم 1 سال کامل، نیم فصلم که نه، میگن نیم فصل فکر کنم میخواد خرید بزنه بارسلونا برای مهاجم نوک، نیم فصلم نه، برای کل فصل من دارم میگم حاضرم مهاجم نداشته باشه تیمم، مثلا فالس ناین بازی کنه، مثلا مهاجم کاذب داشته باشه، اصلا لامین یامالو بذاره اونجا بازی کنه، یا مثلا حتی این پسر گوردون رو برداره، آدیمی رو برداره بذاره مهاجم نوک بازی بده، یا حتی رافینیا رو هم برداره بازی بده، اولمو، فرمین، هر کیو بازی بده، ولی این لوئیس سوارز نیاد، چون 80 تا یک نمیارزه، دو اینکه سنش بالاست، سوم اینکه
تو پرتغال تا این سن هیچی نشده بچه، قطعا بیا تیم ما هم هیچی نمیشه. 100 دارم بهتون میگم هیچی نمیشه. و به نظر من خرید کاملا افتضاحیه این چیز لوئیس سوارز. مثلا حیف لوئیس سوارز که داریم بهش میگیم لوئیس سوارز، همچین اسم بزرگیه که داریم اسم این بازیکن داریم میاریم واقعاش، واقعا حیفه. آخرین چیزی هم که میخوام بهتون بگیم اخبار نقل و انتقالاته که چی شده. رفتن کوندس خیلی دارن چیز میکنن که این چند وقت گفتن پیشنهاد داره، کاسادوه میگن پیشنهاد داره و هکتور فورته و رونی بارداخچی هم که فکر کنم دیگه کلا کنسل شد رونی، چون که دیگه ربات داد کل فصل رو از دست داد. من بازیکنی رو نمیان بگیرن که کل فصل رو از دست داده باشه. به ترتیب از اونایی که گفتم شروع میکنیم. اول از همه کونده، تیمای زیادی میخوانش، بایر مونیخ، آرسنال، یه چند تا تیم دیگه هم میخواستنش الان یادم نمیاد. و باش من میگم کونده رو باش بدیم بره. از کونده هم من فصل پیش راضی نبودم، خیلی افت کرده بود. حالا مثلا فصل پیشش هم اون 2 فصل پیشم که خوب بود در اون حد خوب نبود بچه ها. مثلا 30% بد بود 70% خوب بود، اینطوری بهتون بگم. راضی نگه داشته بود ما رو. ولی فصل پیش افتضاح بود کونده، خیلی افتاش. یه بازی خوب بود 10 تا بازی بد بود، مصدومیت داشت و به نظر من اون بازیکنی که باید نبود. حالا میگم پست تخصصیش نیست دفاع راست و اینا، ولی خب دیگه داره بازی میکنه دیگه، هم جا افتاده دیگه، تو این پست جا افتاده داره بازی میکنه. خیلی ها میگن کونده میخواد بره و فلان. به نظر من اگه بره 50-60 سود میکنیم سرش، ولی عوض این که جایگزین بیاد جای کونده. کی میخواد بیاد؟ کونده بره کی میخواد بیاد؟ کونده بره من راضی هم 50-60 تا سود. کی میخواد بیاد؟ عوض اینکه جایگزین بیاری براش کیه؟ تو برای این یه جایگزین داشته باش، کونده رو بده بره، من دیگه واقعا خوشحال میشم. دوم از همه کاسادو، عربستان با 40 تا اینا دنبالشه، خودش پی اروپا هست که فکر نکنم اروپا 40 تا بده به این کاسادو. همون عربستان میاد 40 تا میده به این کاسادو که به نظر من اروپا هم دیگه تیمی کاسادو رو نمیخواد. امیدوارم که هرچی سریعتر کاسادو هم بره، چون 40 تا واقعا خیلی خوبه. اگه بتونیم 40 تا کاسادو رو آب کنیم دیگه واقعا خیلی عالی میشه، خیلی خوب میشه برای کاسادو. اروپا نره دیگه، اروپا تیمای دیگه نره، چون اروپا فکر نکنم 40 تا بخوام بیام بدم به کاسادو، نیمکت نشینه بارسلونا. همون عربستان فکر کنم بخوادش، اروپا هم نمیخوادش، اما عربستان فکر کنم بخوادش. با 40 تا اینا هم میره. قیمت گذاریشو بارسلونا 40 تا کرده. دارن جدی دنبال میکنن، پیشنهادهایی که میاد و ازشو دارن بررسی میکنن که دیگه خدافزی کنه و بره. و آخری هکتور فورت هم تیمای زیادی دنبالشن، تیمای ایتالیایی، مثلا یوونتوس رو من شنیده بودم، اینتر یه مدت خیلی پیگیرش بود، تیمای لیگ انگلیس مثلا تیمای چیزش همین آرسنالینا هم فکر کنم دنبالش بودن، نمیدونم دقیقاً. این تیمای ایتالیایی رو میدونم، مثلا اینتر خیلی دنبالش بود، که دورتموند هم دنبالشه بچه‌ها. که بعضیا میگن، یه جا خونده بودم میگفتن که دورتموند چون رابطش با بارسلونا خوبه، احتمال داره بارسلونا هکتور فورت رو با 10 میلیون بده بره دورتموند. اگه واقعا میخواید هکتور فورت رو 10 میلیون بدید، توی برنامه فیلیک جایی نداره، ولی خب بازیکن خیلی تالنتیه، استعداد خوبه. اگه میخواید با دورتموند اون هم به شما فرو میکنه، الان یه دونه فقط آدیمی و خوب قیمت خوب داد بهتون، همون دمبله 140 میلیون نکرد تا دستتون. ببین داری 10 میلیون میدی بهش. اگه واقعا زیر اون قرارداد رو بخواد مدیریت امضا کنه، اون در مدیریت رو باید گل گرفت و کلا که خواش تو سرتون واقعا بخواید 10 میلیون هکتور فورت رو بدید بره.
10 میلیون یورو واقعا برای هکتور فورد به نظر من چیزی نیست. و دیگه هم کلا حرفی ندارم. رودری هم بهتون گفتم، فران تورس رفتنش و مهاجم نوک گفتم، حالا آلوارز پلنبی و اینا. این بقیه نقل و انتقالات اونقدر جدی نشده بود که حالا کونده رو میگفتن، کاسادو رو میگفتن، رونی هم که گفتم کلا دیگه بکنم کنسل شد و دیگه حرفی ندارم. ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید و لایک و سابسکرایب و همه اینا یادتون نره. بوس بدم آقا تک تکتون.